دری یا پشتو کدام یک زبان اصلی افغانستان است؟ در این ویدیو شما به حقیقت آشکار پی خواهید برد که با کدام زبان رسمی کشور اهمیت بیشتر قائل شود. در جهان امروزی بیشتر از 6500 زبان وجود دارد. دری، پشتو، انگلیسی، چینایی، فرانسوی، ترکی، هندی، فارسی و دیگر زبان‌های مروج دنیا گاه سازه دست بشر شمرده شده‌اند تا جایی که برتریت یک زبان را بر دیگر بیشتر جلوه می‌دهند. امروز زبان‌های رایج جهان حتی زبان‌های کمتر رایج برای خود روزی را در تقویم سالانه جا داده‌اند. نظر به اجلاس سازمان ملل 23 اپریل روز جهانی زبان انگلیسی بوده که مصادف با تولد ویلیام شکسپیر معروف می باشد. به همین ترتیب روزهای دیگر سال چون 21 فوریه روز جهانی زبان مادری، 20 مارس روز بین المللی زبان فرانسوی، 20 اپریل روز جهانی زبان چینایی، 23 اپریل روز جهانی زبان اسپانیایی، 6 جون روز بین المللی زبان روسی و 18 دسامبر روز جهانی زبان عربی از طرف اجلاس بین الملل تعیین و همه ساله در این روزها تجلیل از این زبانها به عمل می آید. در کشورهای همسایه مانند ایران نیز 15 ماه می را روز جهانی زبان فارسی و رخصتی عمومی در تقویم سالانه نگاشتند. افغانستان نیز از این امر مستثنا نیست. مردم این کشور روز 21 ماه جون را روز بین المللی زبان پشتو دانسته و از آن تجلیل می نمایند. قضیه از اینجا آغاز می شود که آیا این همه تجلیل و گرامی داشت از روزهای مختلف تحت عنوان روز جهانی زبان در سایر کشورهای دیگر همانند افغانستان تبعیضات قومی، نژادی، فرهنگی و سمتی را دامن می زند یا خیر؟ افغانستان یگانه کشوری است که بیشترین ارقام خشونت و تفرقه زدایی را در کشور به سبب زبانهای رسمی خویش شاهد بوده است و بدبختانه تا فی الحال این وضعیت ادامه دارد. تضادهای منفی و تفرقه آمیز در بین زبانها به خصوص واژه‌های مختلف چون دانشگاه یا پوهنتون بارها به پایین شدن، سوزانیدن تابلو و لوحه‌های مراکز آموزشی انجامیده است که به طور مثال از ولایت چون هرات، کابل و بلخ به طور گسترده می شود نام برد که بیشتر جنبه سیاسی داشتند. در عصر حاضر مردم از روز جهانی زبان در افغانستان با روش‌های مختلف تجلیل نموده و بیشتر تفرقه زدایی را به نحو صیقل می‌زنند. با استفاده از مراجع اجتماعی اینترنتی کوشش می‌کنند تا به بهانه کار کردن برای زبان خویش و یا گرامی داشتن از آن قومیت، زبان، نژاد و سمت خویش را برای مردم بازگو نموده و باعث هرج و مرج بیشتر شوند. حالان که این وضعیت در کشورهای دیگر جهان اینطور نبوده و آنها به شکل واقعی آن برای زبانهای خویش کار می‌کنند تا زمینه یادگیری آن را برای سایر اشخاص بیرونی آسان‌تر بسازند. آیا اسلام درباره زبان چیز بیان نکرده است؟ الله متعال در سوره الحجرات آیه 13 می‌فرماید: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بی تردید خداوند دانای آگاه است. تا اینجا معلوم گردید که الله متعال انسانها را در قبایل مختلف سمت و نژاد گوناگون آفریده است تا باشد انگیزه برای اهل خرد و دانستن آن ذات باشد، نه اینکه بر سر نژاد، سمت و قوم بر یکدیگر خود مفتخر باشند. با این هم بیایید کمی بیشتر دقیق شویم. الله متعال در سوره روم آیه 22 می‌فرماید: ومن آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم
إن في ذلك لآیات للعالمین. و از نشانه‌های قدرت او آفرینش آسمان‌ها و زمین و اختلاف زبان‌های شما و رنگ‌های شماست. قطعاً در این امر نیز برای دانشوران نشانه‌هایی است. اینجاست که معلوم می‌گردد زبان آفریده دست بشر نبوده است و آن را الهی متعال به عنوان یکی از نعمت‌های خویش برای انسان عطا کرده است تا باشد که توسط آن افهام و تفهیم نمایند، نه اینکه برتریت خویش را بر دیگری به اثبات برسانند و یا هم باعث تبعیض و قوم پرستی گردند. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان یکدیگر بودید، پس میان دلهای شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید. این گونه خداوند نشانهای خود را برای شما روشن می کند، باشد که شما راه یابید.